سلام دوستانم. کوچه کمال‌الدین بهزاد روز از روز زیبا می‌شود و در این جایی که حالا من ایستادم تلویزیون سفینه هم به اینجا کوچید و باز هوای و هم زیبایی اینجا رو باز هم جلوتر کرد. از این پیشتر من در تلویزیون سفینه کار کرده بودم و اینجا کارمندان ما الکی اینجا اومدن و به کار شروع کردن. اما من میگم که طرح این بنا مثل اون که در اروپا بودم و یورانوس رو دیدم با همون شباهت دارد. اما افسانه‌اش در اون است که این 5 طبقه هست و اینجا با دستگاه‌های از همه حاضر زمان معاصر جهازرانیده شده است. نمیدونم چگونه است ولی همکارانی من با شما میگویم اینجا رو کوچه تلویزیون ها نامیدن ممکن است. از این طرف شبکه اول جهاننما، از طرف دیگر شبکه ورزش و همچنین سینما باز دیگر تلویزیون ها هم اینجا می آیند و خواهند آمد. فکر میکنم که این کوچه رو کوچه مدیا ها بهتر است چون که وسایل اخباری عامه از همه پیش به شما خبر میرسونم. همکارانم درباره درون سفینه به شما میگویند. این بینوی نوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه است که از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به اهل فرهنگ کشور خاصه به ما کارمندان تلویزیونی سفینه تحفه گردید. این بینو با طرح و ساخت معاصر، تکنولوژی نوترین و رقمی و شرایط کاری موافق با استانداردهای بین المللی ساخته شده است. در کتابخانه ما کتاب‌های مهم جمع آوری شده است. ما آشخانه زیبا و برهوا داریم. و اینجا باشد صحنه برنامه خاطره. در این استودیو یک لایحه نو داریم. در این برنامه اصلا موضوع اجتماعی را بررسی می‌کنیم. در اینجا میشود کارهای خیلی مهم و جالب و غیر عادی رو انجام داد. تکنولوژی استودیوی ویرتوالی تجربه نو است. برنامه‌ها در اینجا بدون نواربردار ثبت می‌شوند. کلانترین استودیو در اینجا استودیوی سیوم است که تا 200 تماشابین را میتوان جای داد. استودیوی چهارم اصلاً برای برنامه‌های کنسرتی است. پوست شاپر. اداره دوبلاژ و تهیه فیلم‌ها در آشیانه سیوم جای گرفته است. روزا چطور گذشت؟ جمله سیوم از نو میگیره. عمل میره. در آشیانه چهارم حجره‌های کاری و استودیوی زیبای و برهوای برنامه صبح بخیر تاجیکستان ساخته شده است. در همین آشیانه همچنین مجلسگاه است. بجز از حجره‌های ایجادی و استودیوهای نو و زیبا ما تالاری ورزشی نیز داریم. این بنا برای کارمندان تکنیکی است. سر کرده از کارگردانی آواز تا به صحنه‌سازان. اکنون ما در این شرایط خوب کاری سیاست فرهنگی کشور و پیشرفت تاجیکستان عزیز را باز هم بیشتر و زیباتر معرفی خواهیم کرد. سپاس به شما پیشوای معظم ملت برای این تحفه بی‌نظیر.